آقای چارلز دوهیگ یه نویسنده و روزنامه‌نگار معروف امریکاییه که بیشتر با کتاب پرفروشش قدرت عادت شناخته میشه. کسی که خیلی خوب بلده درباره عادت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌وری صحبت کنه. اونم به زبانی که هم علمی باشه، هم ساده و قابل فهم. جالبه بدونیم که چارلز جایزه معتبری رو هم برنده شده و قبلا توی نیویورک تایمز کار میکرده. توی سخنرانی تد که اسمش هست علم پشت گفتگوهای خیلی بهتر، چارلز میاد درباره یه چیز خیلی مهم حرف میزنه. اینکه چرا بعضی از حرف زدنها اینقدر خوب و به یاد موندنی ان ولی بعضیا نه. میگه گفتگوها در واقع سه نوع دارن: عملی، احساسی و اجتماعی. اگه بدونیم طرف مقابل دنبال کدوم نوعه، خیلی راحت‌تر میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. چارلز از تجربه خودش هم میگه مثلا چطوری توی رابطه با همسرش به مشکل خورده بود، ولی وقتی دید مشکل از نوع گفتگوشونه تونست درستش کنه. تو این سخنرانی یه مفهوم جالبم معرفی میکنه به اسم سوپر ارتباطگرها. آدمایی که بلدن چطور با هر کسی سریع ارتباط مؤثر بگیرن. نکته قشنگ اینجاست که میگه این یه مهارته که همه میتونیم یادش بگیریم. اگه دنبال بهتر شدن تو روابط و گفتگوها هستین، این سخنرانی پر از نکته است. سلام، من وحیدم، یه معلم زبان انگلیسی که همیشه یه سوال تو ذهنم بوده: چرا این همه محتوای با ارزش تو دنیا هست ولی خیلیا بهش دسترسی ندارن فقط چون زبانش متفاوته؟ از همون ویدیوهای الهام بخش تد گرفته تا سخنرانی‌هایی که میتونه دید آدم رو به زندگی عوض کنه. من همیشه حس میکردم این حرفا فقط ترجمه نمیخواد، درک میخوان، حس میخوان و انتقال دقیق. به خاطر همین کانال کنجکاوی رو راه انداختم تا بیام جلوی دوربین با شما رو در رو حرف بزنم، تا یه دنیای تازه رو براتون باز کنم. توی این کانال قراره با هم دیگه بریم سراغ سخنرانی هایی که ارزش فکر کردن دارن، سخنهایی که فقط شنیده نمیشن بلکه لمس میشن. همه تلاشم رو میکنم تا توی ترجمه ها فقط کلمه ها رو جابجا نکنم بلکه اون چیزی رو انتقال بدم که واقعا گفته شده، با همون دقت، نیت و حس. و اگه زبان تو هم در سطح متوسط یا رو به بالا باشه، نسخه اصلی ویدیو رو توی پایین ویدیو توی دیسکریپشن قرار میدم، لینکش رو میتونید اون رو هم ببینین. ممنون که اینجا این بیاین با هم توی مسیر کنجکاوی، یادگیری و رشد قدم به قدم جلو بریم. هر ویدیو یه تلنگر، هر حرف یه قدم به سمت بهتر شدنه. آقای چارلز میاد بالا و یه آزمایش جالب پیشنهاد میده. میگه وقتی از این سالن رفتین بیرون یا حتی همین امروز یا فردا با یه آدم غریبه روبرو شدین، مثلا تو اتوبوس یا تو خیابون، ازش یه سوال بپرسین. یه سوال ساده ولی عجیب: آخرین باری که جلوی یکی گریه کردی کی بود؟ و بعدش خودتونم جواب بدین. حالا بیاین صادق باشیم، چند نفر واقعا با هیجان میرن این کار انجام بدن؟ هیچ کس. و خب حق دارن. کی دلش میخواد همچین سوال شخصی از یه غریبه بپرسه؟ ولی آقای چارلز میگه بذار توی چند دقیقه آینده قانعتون کنم که این کار نه تنها ارزش داره بلکه میتونه زندگیتون رو بهتر کنه. اینجا یه داستان شخصی تعریف میکنه. میگه من 20 ساله بودم که ازدواج کردم، ولی یه مدتی توی یه چرخه بد گیر کرده بودم. هر روز از دفترم که خبرنگار نیویورک تایمز بودم میومدم خونه، شروع میکردم به غر زدن از اینکه کسی قدر منو نمیدونه، کسی درکم نمیکنه. همسرم خیلی منطقی و آروم راهکار میداد. مثلا میگفت چرا رئیست رو نمیبری یه ناهار کاری، یکم رابطتون بهتر بشه؟ ولی من چی؟ گوش نمیدادم. برعکس ناراحتتر میشدم و میگفتم تو باید ازم دفاع کنی، باید ناراحت بشی واسه من. اونم ناراحت میشد چون حس میکرد من دارم بهش حمله میکنم، در حالی که فقط میخواست کمکم کنه. و خب این داستان برای خیلیا آشناست. همینجا بود که آقای چارلز تصمیم میگیره بره سراغ دانشمندایی که روی ارتباطات کار میکنن و ازشون بپرسه چرا این اتفاق تکرار میشه. خب آقای چارلز میگه وقتی رفتم پیش اون محققا و پرسیدم چرا این اتفاق بین من و همسرم تکرار میشه، بهم گفتن داری یه اشتباه اساسی میکنی. بعد یه چیز جالب گفتن: ما الان توی یه دوران طلایی زندگی میکنیم از نظر شناخت ارتباط آدما. چرا؟ چون مغز انسان رو خیلی بهتر از قبل میفهمیم به کمک تصویربرداری عصبی و تحلیل داده های دقیق. و یه نکته مهمی که کشف شده اینه که ما فکر میکنیم هر گفتگو یه گفتگوی ساده است. مثلا داریم راجع به یه روز کاریمون حرف میزنیم، نمره بچه ها، شام چی بخوریم، همین چیزا.
اما حقیقت اینه که هر گفتگو در واقع شامل چند نوع گفتگوی همزمانه. به طور کلی همه مکالمه ها توی یکی از این سه دسته قرار می گیرن. یک، گفتگوی عملی، یعنی درباره خود اون موضوع داریم حرف میزنیم، مثلا داریم میپرسیم دقیقاً مشکل چیه، راه حل چیه. دو، گفتگوی احساسی، اینجا داریم میگیم من چه حسی دارم و هدفمون فقط اینه که طرف مقابلمون همدلی کنه، نه اینکه سری راه حل بده. سه، گفتگوی اجتماعی، این مدل درباره هویت ماست، یعنی اینکه من کیم، جایگاهم تو اجتماع یا رابطم کجاست و چطور دیده میشم. حالا نکته مهمی که محققان میگن اینه اگه دو نفر توی لحظه هر کدوم توی مدل گفتگو باشن، توی مدل متفاوتی باشن، اصلا نمیتونن همدیگه رو بشناسن و ارتباط شکل بگیره و این دقیقا همون چیزی بود که بین من و همسرم اتفاق افتاد. میگفت من از در میومدم، احساساتی بودم، دلم میخواست درکم کنه، اما اون داشت با یه دید منطقی و کاربردی جواب میداد. هر دو درست میگفتیم، ولی چون توی یه مدل گفتگو نبودیم، در عمل داشتیم از کنار هم رد میشدیم. توی روانشناسی و عصب شناسی به این میگن اصل تطابق، یعنی برای اینکه یه ارتباط واقعی شکل بگیره باید بفهمی طرف مقابلت داره تو کدوم مدل حرف میزنه و خودتو باهاش هماهنگ کنی. حالا سوال اینه چطور باید بفهمیم توی چه نوع گفتگویی هستیم؟ آقای چارلز میگه جالبه بدونید توی مدرسه ها به معلم این مهارت ها رو آموزش میدن. مثلا به معلم یاد میدن که اگه یه دانش آموز اومد پیشت و ناراحت بود یا یه چیزی میخواست بگه، به جای اینکه سریع نصیحتش کنی، یه سوال خیلی ساده بپرس. میخوای کمکت کنم؟ یعنی گفتگوی عملی. میخوای بغلت کنم؟ یعنی گفتگوی احساسی. یا فقط میخوای حرفات شنیده بشه؟ یعنی گفتگوی اجتماعی. و جالب جواب میده. اگه ازشون بپرسی چی نیاز دارن، خیلی وقتا خودشون بهت میگن، اما خب توی دنیای واقعی اینقدر راحت نیست. آیا شما میتونی وسط اداره به همکارت بگی ببخشید میخوای بغلت کنم؟ همون لحظه میاد سراغت. ولی یه خبر خوب، ما آدمای عادی یه راه حل بهترم داریم و اونم اینه که سوال بپرسیم، مثلا از نوع سوالهای عمیق. سوال عمیق یعنی چی؟ یعنی یه سوال که طرف مقابل رو دعوت کنه درباره باورها، ارزشها و تجربه‌هاش حرف بزنه. شاید اولش ترسناک به نظر برسه، ولی خیلی ساده تر از چیزی که فکر بکنید. مثلا به جای اینکه بپرسید کجا کار میکنید، بپرسید چه چیزی رو توی کارت بیشتر از همه دوست داری. یا به جای اینکه بگین دبیرستانت کجا بود، بگو تجربه دبیرستانت برات چطور بود، چی یاد گرفتی، چی تو رو تغییر داد. یعنی به جای اینکه درباره واقعیت‌های زندگی کسی سوال بپرسیم، بپرسیم که نسبت به زندگیش چه حسی داره، چه احساسی داره. چرا؟ چون وقتی این کارو بکنیم، اون فرد شروع میکنه خودش رو نشون بده واقعاً کیه. میفهمید که فقط دنبال حرف زدن نیست، بلکه داره میگه چطور میخواد تو ببینیش، چی براش مهمه و اصلا از این ارتباط چی میخواد. نکته مهمی که تحقیقات نشون داده اینه که این سوالهای عمیق باعث میشن آدما آسیب پذیر بشن و اون لحظه‌ای که ما هم جواب آسیب پذیر میدیم، یه جادوی واقعی اتفاق میفته، ارتباط واقعی شکل میگیره. و برای اینکه بهتر بفهمیم این چطور کار میکنه، آقای چارلز یه داستان جالب تعریف میکنه. داستان دکتر بفارد، یه جراح سرطان توی نیویورک که تخصصش درباره تومورهای پروستاته. هر روز کلی بیمار میان پیشش به خیال خودشون برای مشاوره پزشکی، ولی دکتر بفارد معمولا یه جمله خیلی عجیب بهشون میگه: به نظرم نباید عمل کنید. بله، خودش جراحه ولی به مردم میگه عمل نکن. چرا؟ چون پروستات دقیقاً کنار عصب‌های قرار داره که کنترل ادرار و عملکرد جنسی رو به عهده دارن. برای همین جراحیش یه کار بسیار حساس و پر ریسکیه. از طرف دیگه بیشتر تومورهای پروستات خیلی خیلی آهسته رشد میکنن، در حدی که بین دکترها این جمله معروفه: اگه یه بیمار مسن سرطان پروستات داشته باشه، احتمالاً از پیری میمیره، نه از سرطانش. واسه همین دکتر بفارد میگه به جای جراحی بیاین تحت نظر باشین، نه پرتو درمانی و نه عمل، همه چی تحت کنترل خواهد بود. بعدش خب بیمارا گوش میدن، میرن خونه با همسرشون حرف میزنن و فرداش با قاطعیت برمیگردن و میگن ما حتما باید عمل بشیم، همین الان باید تومور رو در بیاری. برای دکتر بفورد خیلی عجیب بود. میگفت من فکر میکردم این گفتگوها راحت ترین بخش شغلم باشه، دارم به مردم میگم نیاز نیست عمل کنین، خودم جراحم
اما وقتی این اتفاق چندین بار تکرار شد فهمید مشکل از بیمار نیست، مشکل از خودشه. میگه من فهمیدم دارم یه جای کار اشتباه میرم، برای همین رفت سراغ استادای مدرسه‌ای که مدرسه کسب و کار هاروارد و ازشون کمک خواست. اونا چی گفتن؟ بهش گفتن که تو مکالمه رو داری از اول اشتباه شروع میکنی، داری فرض میکنی که مریض با هدف گرفتن مشاوره پزشکی وارد اتاقت شده، اما تو اصلا نمیدونی این فرض درسته یا نه، چون حتی یه سوال هم ازش نپرسیدی. استادای هاروارد به دکتر بفارد میگن کاری که باید بکنی اینه: شروع کن به پرسیدن سوالهای عمیق. 2 هفته بعد یه مرد 62 ساله برای اولین بار اومد پیش دکتر. تازه تشخیص سرطان پروستات گرفته بود. این بار به جای اینکه طبق روال قبلی بره سراغ نصیحت و توضیح، دکتر یه سوال متفاوت پرسید: این تشخیص سرطان بر تو چه معنایی داره؟ اون مرد شروع کرد به حرف زدن. گفت وقتی که 17 سالش بوده پدرش فوت کرده. یه ضربه عمیق که برای هم خودش سخت بوده هم برای مادرش. بعد شروع کرد از نوه‌هاش حرف زدن، از ترس‌هاش برای آینده دنیا، از تغییرات اقلیمی و چیزایی که بچه‌ها قراره باهاش روبرو بشن. و چیزی که عجیب بود این که اصلا هیچ اشاره به خود سرطان نکرد، نه درد، نه ترس از مرگ. همینجا بود که دکتر فهمید این مرد دنبال یه گفتگوی احساسی بود، دنبال این نبود که براش نسخه بپیچی، دلش میخواست فقط یه نفر احساسش رو بفهمه. دکتر بغلش نکرد ولی با حرفاش همون حس رو بهش انتقال داد، یعنی معادل کلامی یه آغوش. بعد خیلی محترمانه پرسید اگه اشکالی نداره میخوام یه سری گزینه‌های پزشکی رو هم باهات در میون بذارم، موافقی؟ بعد با هم رفتن سراغ گفتگوی عملی. فقط 7 دقیقه بعد اون مرد تصمیم گرفت که جراحی نکنه و همون روش تحت نظر بودن رو انتخاب کرد و دیگه هیچ وقت پشیمون نشد. امروزه بیشتر بیمارای دکتر همون راهکار ملایمتر رو انتخاب میکنن، فقط به خاطر اینکه اون اول بهشون گوش میده. و حالا چارلز برمیگرده سر اصل حرفش، میگه ما هم میتونیم این کار رو توی هر مکالمه انجام بدیم. لازم نیست گفتگو حتما مهم باشه یا صحبت مرگ و زندگی باشه. ما اگه بخوایم همیشه میتونیم یه ارتباط عمیق‌تر و انسانی‌تر بسازیم. حالا برگردیم به همون آزمایش. یادتونه از این اتاق که رفتیم بیرون یه غریبه پیدا کنین و بپرسین آخرین باری که جلوی یکی گریه کردین کی بود؟ و وقتی جواب داد خودتون هم براش تعریف کنین آخرین باری که گریه کردین کی بود. به همین سادگی و به همین صمیمیت، و شاید هم همین یه سوال شروع یه ارتباط واقعی باشه. خب آقای چارلز یه نکته جالب دیگه هم میگه که خیلی شنیدنیه. میگه این آزمایش که از یه غریبه بپرسی آخرین باری که گریه کردی کی بوده هزاران بار انجام شده، به خصوص توسط یه محقق به اسم نیک اپلی توی دانشگاه شیکاگو. و حالا نکته بامزش اینه هیچ کس داوطلبانه نمیره سراغ این آزمایش با حس خوب. همه از قبل میگن مثلا دلم نمیخواد این کار رو انجام بدم، خیلی عجیبه، ولی خب چون توی آزمایش هستن انجامش میدن. با یه نفر جفت میشن، سوال رو میپرسن، جواب میگیرن، جواب میدن و بعد نیک ازشون میپرسه خب تجربه چطور بود؟ و اکثرا یه چیزایی میگن مثل وای حس قوی از ارتباط پیدا کردم، حتی بیشتر گفتگوهای این اواخر، یا حس کردم واقعا اون آدم برام مهمه و اونم به هم اهمیت میده. حالا سوال مهم اینه چرا این اتفاق میفته؟ چرا فقط با یه سوال اینقدر حس نزدیکی ایجاد میشه؟ جوابش ساده است، چون این یه سوال عمیقه، سوالی که باعث میشه آدما چیزی واقعی از خودشون بگن. و وقتی سوال عمیق بپرسین خود به خود مشخص میکنه که توی کدوم مدل از اون 3 مدل گفتگو هستیم: احساسی، اجتماعی یا عملی. و همونجا ارتباط واقعی شکل میگیره. آقای چارلز میگه ما الان توی دنیای زندگی میکنیم پر از دو قطبی و فاصله بین آدما. راستشو بخواین یادمون رفته چطور گفتگو کنیم. ولی خبر خوب اینه که گفتگوی مؤثر یه مهارت، یه علمه. و یه عده آدم هستن که بهشون میگن سوپر ارتباطگرها. نه اینکه خاص‌تر یا جذابتر از بقیه باشن، نه، اونا فقط یه سری مهارت‌هایی رو یاد گرفتن که بهشون کمک میکنه بهتر با بقیه ارتباط برقرار کنن. و این مهارت‌ها چیزیه که هممون میتونیم یاد بگیریم. و اون حسی که بعد از یه گفتگوی فوق‌العاده تجربه میکنیم، اون حس گرما، صمیمیت و درک متقابل، این چیزیه که اتفاقی نیست.
مغز ما جوری تکامل پیدا کرده که دنبال اتصال انسانی بگرده. ما واسه همین ساخته شدیم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. من واقعا با عشق و دقت این محتواها رو آماده میکنم تا بتونیم با هم یاد بگیریم، فکر کنیم و رشد کنیم. اگه حس کردین چیزی یاد گرفتین یا لحظه باعث شد عمیق‌تر به یه موضوع فکر کنین، لطفاً ویدیو رو لایک کنین و اگه دوست داشتین با هم این مسیر رو ادامه بدیم، از ویدیوهای بعدی هم جا نمونین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لینکش رو برای دوستان و خانواده هم ارسال کنید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی با کلی موضوع جذاب دیگه، مراقب خودتون باشید. متشکرم.